خونه است. این روزا که مامانم نیست زود میاد. پس لب تو زمین خوردن اینجوری نشد. میخوای راجع به اون ماجرا حرف بزنیم؟ شاید هنوز یه راهی. نه. دیشب پرنیان گوشش رو روشن کرد. حدست درست بود. طرف ترسیده. چقدر احمق بودم، من فکر میکردم هر کاری برام میکن. فقط زر میزد. اون حرفی که به پرنیان گفتی یادته؟ حرف بهش زیاد زدم. این که زندگیش به گوهم نمیارزه. چطور؟ تا حالا این سوالو از خودت کردی؟ به نظرم تو هم فرقی با اون نداری. این که نمیتونی هیچ حسی داشته باشی، خوشحال بشی، ناراحت بشی، حتی نمیتونی یه تصمیم برای رنگ موهات بگیری. یه چند وقت دیگه هم به قول خودت خیلی مسخره میمیری بدون اینکه حتی تونسته باشی یه کار مفید تو کل زندگیت کرده باشی. توی زنکسه. خواستم خوابت ببره. برم بالا کلکشو بکنم، چاقو رو بذارم دستت. مدار بسته ها. قطعشون کردم. خدمتکارتون. این ساعت نیست.
از اینام بدتر. دستش خیلی سنگینه. چرا ول نکردی بری؟ نمیشناسیش. تا پیدام نکنه ولکن نیست. همه جا آشنا داره. تجربه ثابت کرده کسی که دماغتو میشکنه دفعه بعد میاد سراغ گردنت. اونجا که بودم یه هم اتاقی داشتم که ایده باحالی راجع به ماهیگیری داشت. گفت ماهیگیری کشتن زمانه. گفت اون چیزی که واسه یه ماهیگیر اعتیاد آوره ماهی گرفتن نیست. پس چیه؟ کشتن زمان. خب این اصلا چیز جالبی نیست که یه آدم در عوض ماهیگیری زمانو به کشتن بده. منظورش این بود وقتی یه ماهیگیر داره ماهی میگیره داره به دست آوردن و از دست دادن رو تمرین میکنه. دوست دارم سوارکارشم. به انگلیسی چی میشه؟ I wanna be a horseman. آخر هفته بریم اسب سواری. چی شد سر از اونجا در آوردی؟ کشتن. برای شب یلدا رفته بودیم ویلامون تو میگو. اسب مامانم پاش شکسته بود و درست جوش نمیخورد. یه شب که همه خواب بودن یواشکی رفتم تو استبل. دیدم افتاده کف اتاقکشو داره به خودش میپیچه. برگشتم تو ویلای چاقو برداشتم رفتم سراغش. عضلش خیلی قضروفی بود. چاقو کند شده بود. ولی بالاخره رسید به نخ. پامو یه جوری تنظیم کردم که بتونم بهش لگد بزنم. خونش پاشید تو صورتم. راحت شد از این زندگی. دکتر خانوادگیمون تشخیص داد باید چند روزی تو آسایشگاه بمونه. باقیش هم که خودت میدونی. 21 روز. ولی اون نسل بدبخت واقعا داشت عذاب میکشید. من فقط کمکش کردم از این زندگی خلاص شه. یه راه حل بود. اگه بازم پاش بیفته حاضری همچین کاری کنی؟ دیگه نمیتونم تحملش کنم. تو فکر می‌کنی من آدم کشم؟ همچین منظوری نداشتم. همینجوری گفتم. همینطوری که نمیشه. گفتم که منظوری نداشتم. اون هم اتاقی که گفتم اسمش پرنیانه. حاضره برام هر کاری بکنه. هر کاری. میفهمی حرفمو که؟ کارت قرمز گرفته. هر کاری بکنه حکمش تیمارستانه. هر کاری.
ولا رو بگیر برو پایین. اتاق سومی دست راست. اونجا منتظر باش، سارا خانم میاد. هر کدومش یادگار یک کشوره. سرما خوردی؟ بارون که میاد گرد و خاک بلند میشه. بهش آلرژی دارم. سارا مهسا. خوشحالم به یه همسن و سال خودم درس میدم. 75 دیگه. اتاق خودته؟ برای ناپدریمه. خوشگله. سلیقه مادرمه. Mr. March had lost most of his money helping a friend. When the two older girls discovered this, they wanted to do something to earn some money for the family. And as soon as they were old enough, they found work. Meg got a job teaching 4 small children. It was hard for her to be poor because she could remember the time when their home had been beautiful. With everything she wanted, and every day at the same time, she saw the all things love. Well, could Mr. March afford his family?
خوردنی چی داری؟ تو زبانت خیلی خفنه. از کی رفتی کلاس؟ 10 سالی میشه. برنامه رفتن داشتی؟ خواستم فیلم ها رو بدون زیرنویس ببینم. عوضش من هیچ وقت درسم خوب نبود. راهنمایی که بودم 2 بار تاریخ تجدید شدم. مثلا به نظرم لزومی نداره آدم به یه زبان دیگه یاد بگیره حرف بزنه. یا مثلا بدون سلطان سلجوقی تو فلان قرن چی کار کرده. چی باشه مرده دیگه. مهم نیست تو زندگیش چه غلطی کرده. این که من بدونم فایدهش چیه. من جنمم تو کاسبی. مامان من برعکس من. از پول تدریس خصوصی راضی؟ اینقدری هست که محتاج مادر و ناپدریم نباشم. مثل اینکه دختر با ادبی هم هستی. همیشه آدم رو اینجوری قضاوت میکنی؟ چطوری؟ مامانم به مامانت نگفته که داری به یه روانی درس میدی؟ یه جور اختلال عصبی. یه وقتایی کلن هیچی حس نمیکنم. نه شادی نه غم نه لذت. یه وقتایی همین گرسنگی. کلن یهو همه حسام کور میشه. نه ترس. قرصام خوردم اومدم اینجا. خیلی خوبه اینقدر مقرراتی هستی که حتی نمیخوای یه دقیقه هم بیشتر بهم درس بدی. تو از منم کاسب‌تری. پسورد گوشیشو دارم. هفته 2 جلسه، یک شنبه و 4 شنبه، هر جلسه 5 ساعت، جلسه 500 تومن. پس بی خودی واسه من ادای معلمای دلسوزو در نیار. فقط میخواد چند ساعت از دستم خلاص شه. واسه اینم هر کاری لازم باشه انجام میده. اصلا بیا یه قراری بذاریم. من میام اینجا، میریم بیرون، فیلم میبینیم، تفریح میکنیم. آخرش هم به اونا میگیم همه چی ردیفه. من راضی، تو راضی. گریه‌اش الکی نیست. هست. من عاشق بازی ترنرم. اصلا انگار داره زندگی میکنه. فقط داره از تکنیک استفاده میکنه. فکر کنم واقعا عاشق بازیگر مرد شده. گریه‌اش هم به خاطر اینه که میدونه بعد فیلم برداری باید برگرده پیش شوهرش. تکنیکی نه. چطوری این کار کردی؟ تمرین. یادم بده. بشین جلو. بعد همه حسای ناخودآگاه تو یاد بگیری. همه چیزایی که موقع گریه کردن تحریک میشه. فیدبکش میرسه به مغزت.
بعدش هم اشک و گریه. خودتو به خنگی نزن. از اینجا بغض کن. بیشتر. زبون نداری سلام کنی؟ سلام رامین. سلام رامین. مهسا شاگردم. فیروزه نیست؟ نه. کجاست؟ از هواپیمایی زنگ زدن گفتن بلیتش آماده است رفته اونو بگیره. فکر کنم تا 1 ساعت دیگه اینا بیاد. بیا بالا باد کار دارم. مهسا بره میاد. شاگرد تنهایی هم توریش نمیشه. من از تاریکی میترسم. شاگردات قرار نبود تا این موقع بمونن. منتظرم مامانم بیاد دنبالم. دختر جون اینجا هتل نیست که. بهش زنگ بزن بگو سریعتر بیاد دنبالم. گرفتاره. شماره‌شو بده خودم بهش زنگ میزنم. گرفتاره. به من ربطی نداره که مادر شیمی درمانیه. باحاله. چی؟ حالت ازش به هم میخوره. صدای چیه؟ هیدروژیم. چی؟ یه دستگاه بر سوزوندن چربی. آها. تردمیل. از وقتی میاد همش با این دستگاه کار میکنه. 1000 بار بهش گفتم حالم از صدای این دستگاه به هم میخوره. تو مخش نمیره که نمیره. تا حالا به کشتنش فکر کردی؟ اگه خیلی رو مخته به عنوان یه راه حل. Stop yelling, Mrs. Smith. Sure. I've been following you. It's too bad I couldn't have been closer to you.